جهالت و خیانت آخوند ابوالقاسمی در علم رجال. آخوند ابوالقاسمی برای بالا بردن درجه اعتبار یک راوی ضعیف جمله ای را از امام ذهبی در تاریخ الاسلام نقل می کند که ایشان در مورد آن راوی فرموده اند کوفی جلیل و این جمله را حمله بر ثقه بودن این شخص می داند. حال اینکه این لفظ دلالت بر توثیق نمی نماید و آخوند ابوالقاسمی دنباله سخنان امام ذهبی در مورد این شخص را نقل نمی کند و آن را قیچی می نماید. من همون رواتی که این آقا تضعیف کرده بود رو پیدا کردم. جمیه ابن امیر ابوالاسود تیمی، خود آقای ذهبی در تاریخ الاسلام کوفیون جلیلون، یعنی همونی که آقای البانی تضعیفش کرده. آقای ذهبی در تاریخ الاسلام جلد 7 صفحه 43 میگه کوفیون جلیل. حال با هم سخنان امام ذهبی در تاریخ الاسلام را به صورت کامل ببینیم. جمیع بن عمیر ابوالاسود التیمی تیم الله بن ثعلبه کوفی جلیل عن عائشة وابن عمر وعنه صدقة بن سعيد وكثير النواء وحكيم بن جبير وأبو الجحاف داود بن أبي عوف والصلت بن بهرام وآخرون. قال أبو حاتم كوفي من عتق الشيعة محله الصدق. وقال ابن عدي عامة ما يرويه لا يتابع عليه. وقال محمد بن عبد الله بن نمير هو من أكذب الناس، كان يقول الكراكي تفرخ في السماء ولا تقع فراخها. وقال ابن حبان رافضي يضع الحديث. جمیع بن عمیر ابوالاسود تیمی تیم الله بن ثعلبه کوفی جلیل است. از عایشه و ابن عمر روایت کرده و از ایشان صدق بن سعید، کثیر النوا، حکیم بن جبیر و ابوالجحاف و داوود بن ابی عوف و سلط بن بهرام و دیگران حدیث روایت کرده اند. ابو حاتم در مورد وی میگوید کوفی است و از شیعیان قدیمی می باشد و محله الصدق، یعنی حدیثش نوشته و مورد بررسی قرار می گیرد. ابن عدی در موردش می گوید در عامه روایتهایش کسی با او موافق نیست. محمد ابن عبدالله ابن نمیر در موردش می گوید دروغگوترین مردم می باشد و نمونه از دروغگوی وی این است که می گوید قرقی پرنده ای است که در آسمان جوجه می کند و جوجه هایش نمی افتند. ابن حبان در موردش می گوید رافضی است و حدیث جعل می کرد. بینندگان محترم، این آخوند بی سواد با تعصیب استاد مکار و حیله‌گرش خیانت کرده و با فریب و تدلیس سخنان امام ذهبی را در مورد راوی مذکور قیچی می کند تا به زور این راوی را توثیق نموده و روایت ضعیف او را به بینندگان تحمیل کند. فلانی روایات ما را صدرش میخوانه، ذیلش نمیخوانه، چنین و چنان و سر صدا ایجاد کردن. ما دروغگوی ماهر و مکار. حالا بفرمایید مردم قضاوت کنن. ما هیچی نمیگیم. ما نمیگیم اینها دروغگو هستن، مکار هستن، ماهر هستن، چی هستن. خود دوستان بیننده شیعه و سنی ما روایت را آوردیم رو آنتن، آقایان دیدن.